جناب آقای رئیس، جلسه اتاق خیلی جدیه. برای همین من تصمیم گرفتم 3 تا جوک تعریف کنم و در آخرم یه تقاضا دارم و یک پیشنهاد. جوک اولم این که البته یه تفاوتی داره جوکای من، هم میشه براش خندید هم میشه گریه کرد، ضمناً تکراری هم هست. به خاطر اینکه مرکوز ذهن بشه من مجدد عرض میکنم. ما از خود دولت، از یه شرکت 100% دولتی مواد معدنی میگیریم. قیمتش در بورس مشخصه، چند میخریم. کیل مصرفی هم وجود داره. سهم مواد اولی که از دولت میگیریم در محصول ما به فرض 100,000 تومنه. دولت خدمتگزار ما رو مجبور میکنه 97,000 تومن شمششو بفروشیم. یعنی اگر ما جادوگرم باشیم، این مواد اولیه رو سر معدن بگیم حجی مجی لا ترجی، این ماده معدنی بشه شمش روی، بخوام بفروشیم 3 تومن ضرر میکنیم. این منطق وزارت صنعت و معدن کشور ماست. چون که بعدی 60% محصولات که تولید میکنیم مازادوار مصرفه. یا باید کاسه کوزمون رو جمع کنیم یا باید تولیداتون رو بذاریم توی چاه و دریا. برای صادراتی که با 1000 بدبختی در این فضای تحریمی سهم بازار گرفتیم صادر کنیم، عوارض میخوان از ما بگیرن. فکر نمیکنن در هیچ کشورهای دور افتاده یا آفریقایی هم یه همچین تفکری وجود داشته باشه. جوک سوم این که ما صادراتی رو داریم انجام میدیم که معلوم نیست سود کنیم یا زیان کنیم. با توجه به جو موجود، کدوم صراف میخواد پول ما رو برداره دره، چه اتفاقی میخواد بیفته، هنوز به قول ما ترکان نه تاس است و نه حمام، 2% مالیات رو جلو میخوان از ما کم کنن. و 10 مشکلات دیگری که وزارتخونه و نهادهای دولتی برامون ایجاد میکنن. من به عنوان یک صنعتگر التماسی، وزیر التماسی سمت، تشریف بیارن تو این اتاق، همگی از بهش التماس کنیم و ایشون هم التماس کنن به بانک مرکزی، به سازمان توسعه تجارت، به گمرک، شاید التماس های ما و وزیر التماسی رو قبول کنن و این مشکلات رو از سر راه صنعتگران و تولید کنندگان بردارن.